سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این ویدیو قراره بهتون آموزش بدم که چطوری توی بازی آسینس هام 2 کشاورزی کنید و میوه بکارید. بریم سراغ ویدیو. برای اینکه بتونید توی این بازی میوه بکارید، باید اول خاک‌ها و جای مخصوصش رو بخرید. برای این کار باید بریم به مغازه کشاورزی. خب، وقتی که رسیدید به این مغازه، باید از این جاهای مخصوص کشت میوه بخرید. 2 نوع از این جاها داریم که فرق خاصی با هم ندارن، ولی یکی گرون تره و ما اون ارزونه رو میخریم. بعد از اینکه این جعبه ها رو بار ماشین کردیم، باید حرکت کنیم به سمت خونه. خب الان هوا تاریکه، میخوابیم تا صبح بشه. الان که صبح شد، باید جعبه ها رو باز کنیم. نحوه باز کردن جعبه ها رو هم توی یه ویدیو دیگه گذاشتم که لینکش توی کامنت ها هست. حالا باید بریم به همون مغازه تا دونه های میوه رو بخریم. از هر دونه یکی باید بخریم به تعداد 15 تا. بعد از اینکه دونه ها رو خریدیم، باید بذاریمشون داخل اون جاهای مخصوصی که خریدیم تا رشد کنن. بعد از چند روز میبینید که رشد کردن و باید بعد از اینکه رشدشون کامل شد برشون داریم. برای بار دوم باید همین کارها رو تکرار کنیم، با این تفاوتی که لازم نیست جاهای مخصوصش رو دوباره بخریم و فقط باید دونه ها رو بخریم و بکاریمشون. ممنون که تا آخر این ویدیو با من بودید. حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل منم سابسکرایب کنید. خداحافظ.